میخوام تکنیک فروشی رو بهتون بگم که خیلی از کسب و کارها و برندهای بزرگ و خفن دارن ازش استفاده میکنن تا فروششون بیشتر بشه. البته اهمیتی نداره که کسب و کار شما بزرگ یا کوچیک، برندتون معروفه یا معروف نیست. خوبی این تکنیک اینه که هر کسی برای افزایش فروش محصول یا خدمتش میتونه ازش استفاده کنه. توی روانشناسی یه مفهومی وجود داره به اسم اهرم رنج و لذت. اهرم رنج و لذت چی میگه؟ میگه که هر رفتاری که، هر عملی که، هر کاری که ما آدم‌ها داریم انجام میدیم به خاطر 2 دلیله. یا به خاطر فرار از یک رنج، یا به خاطر کسب یه لذت. مثلا ورزش کردن. کسی که داره ورزش میکنه رو در نظر بگیرید. اگه بریم ازش بپرسیم که چرا داری این کار رو انجام میدی، به همون میگه یا وزنم زیاده، چاق شدم، سلامتیم داره به خطر میفته، میخوام وزنم رو کم کنم. یا میگه میخوام سیکس پک در بیارم، میخوام بدنم فیت بشه، میخوام عضله سازی کنم. پس ورزش کردن اون آدم از این 2 حالت خارج نیست. یا به خاطر فرار از رنج، بیماری و چاقیه، یا به خاطر کسب لذت، زیبایی و تناسب اندامه. حالا میخوام با 2 مثال بهت بگم که چطوری برندها و کسب و کارهای بزرگ دارن از این تکنیک توی فروششون استفاده میکنن. مثال اول دیجیکالا. دیجیکالا اومد با خودش گفت یکی از مشکلات احتمالی مشتریای من اینه که توی هر ساعتی از شبانه روز که دلشون بخواد نمیتونن خرید کنن، چون خب بالاخره به هر دلیلی طرف ممکنه مغازه‌شو ببنده، رفته باشه عروسی، مراسم ختم، استراحت، مسافرت. آقا طرف تو مغازش نیست. پس اومد نوشت خرید آنلاین 24 ساعته. تا اینجا یه رنج و مشکل رو از مشتریاش برطرف کرد. از طرف دیگه اومد یه لذت هم به مشتریاش هدیه داد. اومد گفت شما با لباس راحتی بشین تو خونه، نه نیاز باشه شال و کلا کنی بزنی بیرون، نه نیاز باشه هزینه‌ای از بابت رفت و آمد و حمل و نقل پرداخت کنی، و نه نیاز باشه کلی وقتت رو صرف یه خرید بکنی. بشین تو خونه خریدت رو انجام بده. و اینطوری بود که یک رنج رو از مشتریاش برطرف کرد و یک لذت رو هم بهشون هدیه داد. و مثال دوم شهر فرش. شهر فرش با خودش گفت یکی از مشکلات مشتریای ما موقع خرید فرش اینه که طرف از بابت 2 چیز خیلی نگرانه. یکیش کیفیته و یکیش قیمت. یعنی ممکنه طرف با خودش بگه شاید این فرش رو با کیفیت بهتر جای دیگه پیدا میکردم، یا نه بگه با همین کیفیت اما با قیمت پایینتر پیدا میکردم. اومد گفت من تضمین کیفیت و تضمین قیمت دارم، شما از این بابت دیگه هیچ نگرانی نداشته باشید. از طرفی حالا لذتی که بهشون داد چی بود؟ اومد گفت من ارسال بار رو واسه مشتریام رایگان میکنم. یعنی شما خریدت رو انجام بده، دیگه هیچ کار دیگه نیاز نیست انجام بدی، پولتو بذار تو جیبت، هزینه‌ای پرداخت نکن، من خرید رو واسط هر جایی که بخوای میفرستم. حالا شما هم میتونید از این تکنیک برای افزایش فروش محصول یا خدمتتون استفاده کنید. اگر هم نمیدونید که چطوری باید این کار رو انجام بدید، توی کامنت ها اسم کسب و کار یا اسم محصول و خدمتتون رو به هم بگید، خودم واسهتون توضیح میدم.